برای اون کسانی هستند که اونها ترازو را فریب میکنند یا در وقت خرید کردن گویا که سیری همون مال با برادرش بیان میکنند. مال فریب است، مال گویا که نمیشیدنی است که وای قسم میخورد که همین مال بهترین مال است. این که انسان فریبکار وای جای او است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که بازار در آمدن نگاه کردن خیمه فروش بالا در بسیار خیمه‌های خوب ماندن تو تاک همه خراب است. حبیب خدا آمدن در حال و دستش میدن همه وای عرقش کردن گفتن که این طرز فروش گفتن اون طرز تو کردی این خیانت است و این فریب است. ولی روز شما میبینید کارتوشکا و پمیدور چیزی باشد بالاش از زیبا میکنن تاش خراب است. ما شما میبینیم ماشین نشه میگیریم همه پایانش خراب است. این سودای فریب است. این ما شما به نفر بشه. خب حقی روزه آن روزداران که روز دراز بازارهای بیرون مثل بیلیارد و نرد و همین حتی روزش رو میگذارن. خب حتی این نمازهای جریان میتونستن نماز قضا میکنن بازار آورده نیست. همین نمی‌آورده میشه. هم نیومده. ولی انشاءالله وقت میشه. پیشتر میگردیم. چیزی که من در آغاز درباره روزه بیان کردم اینقدر مثال بید فوتوش و اجری بلند دارم. در دیگر حدیث ها میاد که من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه أو شرابه. چی میگه پیامبر خدا؟ کدام روزداری که اگر در حالت روزداری خود سخن دروغ ترک نمی‌کند، روزدار دروغ میگوید، روزدار است و نمازش نمی‌خواند، روزدار است و بی‌حیا است، روزدار است و زبان فحش دارد. گفتم این برادرانی همه چیز در این داخل می‌شود. خب این گونه روزدار پیغمبر خدا چی گفتند؟ خداوند حاجت ندارد بر تو این که خواه میخوری خواه می‌نوشی. یعنی خداوند بر این روزه تو دیگر حاجت ندارد. مقصد از یکی از حکمت‌های روزه همین است که انسان باید در یک ماه زبان خودش، دست و پای خودش باید که از تمام نماد آزار و بدبختی‌ها می‌گذارد تا که این برای او تأثیر نباشد. یعنی گوییم در آینده بعد این ماه هم باید چی می‌شود؟ انشاءالله زبان درست می‌شود و اعضاهاش گوییم آزاردهنده برادران مسلمان می‌شود. در این مصیبت در همه جا است و در است. امروز روزداران را می‌بینیم گوییم که روزدار است که مربازی می‌کند، خب روزدار است غیبت می‌کند، روزدار است دشنام می‌کند، روزدار است یک برادرش را فریب می‌دهد، روزدار است که همه آن بدبختی‌هایی را که در غیر روزه هم می‌کرد در روزه هم که می‌کند پس معنای را دارد که از ثواب روزه چیزی باقی نمی‌ماند برادر عزیز. ببین ثواب روزه چیزی باقی نمی‌ماند برادر عزیز. ببین آنقدر حتی یک حدیث پیغمبر خدا را خواند که الصوم جنة ما لم یخرقها. ببینید روزه سپر است برای شما. این سپر آدم کجا محافظت می‌کند؟ الان این سپر است مادامی که این سپر شما پاره نکنید در دنیا. ببینید ما لم یخرقها تا زمانی که این سپر پاره نکنید. پاره کردن سپر چی است؟ این عملهای بدی که ما در دنیا کردیم این سپر را که شکستیم. این سپر الله که در دست ما سپر دیگر باقی ماندگی نیست. آن چی است؟ به این سوال دستی را جواب گیرم که انشاءالله برای سوال میشه. حاجی مرزا بعد شنیدن از آن دندانهای خود را با پست حاضر زمان تازه کردن ممکن است. غسل کردن روز جمعه ممکن است در رمضان. غسل کردن در رمضان چی جمعه باشد چی غیر جمعه باقی ندارد.
اجازه دارد. مثال آبازی کردن در روزهای توی ماه‌های رمضان اجازه دارد. غسل کردن مقصد من قصد جنابت نیست. مثال غسل کردنی که ما شما آبازی میکنیم بدنها رو میشوییم در همان حمام‌هایی که داریم، یعنی این اجازه در این یکان ضرر زیادی دارد. در روز جمعه که باز سنت که ما بدنها رو شسته و بعد به جمعه بیاییم. و شستن دندان‌های پس بعد از آن شنیدن مثلا صبح بنامه مکروه است. مثلا دندان‌ها را شستن شما در کتاب الفقه المعاصر یوسف خرزانی هم این از قول ابو حنیفه را قبول کرده است که از امام ابو حنیفه که مکروه گفتگیان دهان مثال شستن شد، مثال با مسواک یا با زبنای پسته به خاطر که حبیب خدا میگه که لقلوه فم صائم اطیب عند الله من ریح المیسک، یعنی بوی دهان روزدار الله میگه به سوی من محبوب‌تر است از بوی مشک دیگر. اگر شما میگه که این بوی مشک که از دهانتون دور میکنه و این خاطر این عمل مکروه است. و این داده یعنی تا صبح شما اگر دنداناتون شویید و قسم بعد شام اگر باز دنداناتون شویید بهتر است. در دام روزه استفاده نبرید. حاجی مرزا، یک مخلص شما از دهه سرخ در سین 26 سالگی از دنیا گذشت. از شما خواهش میکنم دعا دارید والدین و خدای مهربانی برادری عزیز در بخشش شاد و قبلش خدای مهربان می‌گردد. سلام علیکم حاجی مرزا. التماس درباره شخصانی که راه را تنگ کرده دیوار خود را می‌سازند یا در راه تنگ درخت می‌شینند سخن گویید. از همه در قبر آدم می‌بینیم که درختی که مثال در راه خلل دارد ضرر دارد می‌کنیم پرتوشی چیزا بینیم. همین درختی که پیش راه شما را بگیرد، درختی که راه ماشین شما را بگیرد، یک مشکلات برای شما ایجاد کند، آخه وای ضرور است یا که مشکلاتی ما ضرور است؟ آدم ضرور است، کاری آدم ضرور است. ولی شیمان پیش راه ما را گرفت، امروز ما گناهکار نمیشیم. ما بریدیم درخت به خاطر سبب دارد، به خاطر آزار مردم میشود. راههای تنگ و این جای درخشنامی نیست، این چیزی مهم نیست. شما خود مزدحق کنید. خیلی همه شما را خداوند در حفظ امانش نگه دارد. خداوند همه مکافات‌های این شب را در نامه اعمال شما کتابت کند. یوسف علیه را خدا رحمت کند در کتابش میگن بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. بهترین عملی که اجر و پاداش دارد همین مجلسی که ما و شما نشستیم و سخن خدا و پیغمبر در او یاد شد، همین چیز همین بهترین عمل در پیشگاه خدا است. البته بسیار پاداش برند دارد. خدا از همه پاداش شما را برخوردار گرداند و شب همه شما را خداوند خوش گرداند و بابای دنیا هم آدمی کهنسال بدهد، چندین سالها در اینجا خدمت کرده بدهد، علاوه بر در خدمت شما قایمد. خداوند ایمانش را کامل نگه دارد، همیشه بازوی با قوت، همیشه بدنی با قوت نصیبش گرداند که همیشه در خدمت شما قایم باشد و تمام برادرانی که در این مجلس حضور دارند و حتی نماینده‌های حکومت در اینجا اشتراک دارند، خداوند همگی رحمت و قرار داشتن صحت و خاطر جان نصیب گرداند. همیشه خداوند در این پاکستان ما و شما آرامی و آسودگی، صلح و صلاح همیشه حکمران باشد و خداوند فرهنگ ما را، مدنیت ما را، اقتصاد این دولت ما را خداوند بلند بردارد و تمام آن بندگانی که برای آبادی این سرزمین تاجیکستان سعی و کوشش دارند، دلسوزی دارند، خدا همگیشان به این نیت‌های نیکشان پروردگار موفق گرداند. اللهم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اینجا برادر دوباره اینجا و دیگر نامه‌هایی که میشناسم لیکن نامه‌هاشون یاد نمانده است. هر یک داملا و پیشوا، هر یک شخصیت‌هایی که برای این مردمی کشور خدمتگار هستند، خدا همه اینها را در حفظ امانش نگه
دارد. شامل کنندگان عزیز هموطن در حد معامله و صحبت که صحبت در این همه یا با دعایتون و دعایت با خدمت شما. پروردگارا و همه معاملات دیدش داده که از روی دینداری دین کامل که این جماعی که به یگان تکلیف برای پیشواز گرفتن محترم دامالله ما قدم رازی کرده امده جان هموتون و این قدم های امدکاتون حسنات افگوید پروردگارم این دامالله ما پروردگارم در جایی که نباشند اولا خودشان همسرها هم کارگراشان خطی به اینا یعنی خدمت میکرده از برای دین وطن خدا در پناهش و در جای ما نگه دارد. پروردگارم حال مایی که برای دین و ملت خلق ما خدمت کردگی همشون قطار این دامالله پروردگارم این دنیای آخرتشان آباد گرداند. این جماعی که برای زیارت این دامالله همچون محبتی یعنی از روی اسلامی آمده یعنی پیشواز گرفته سخنهای شیرین اینا یک گوش کردیم و شروع بدین همه من شما عمل کننده البته یعنی موفق دارد. دیگرش از نام خودم از نام جماعه ما از جمله مهربانایی که به این مجلس حضور دارند درود سلام برادرایی که این دامالله در همون شهرهای من کولاب مسجدان در عبادت میکنند سلام ما رسولم گرچه دور باشیم محبت از روی دیندار ما پیوسته کند اما باید راهی یگانه اسلامی به پروردگارم تا آخر عمرای پیوسته کرده. این سخنهایی که دامالله گفتند همه ما مسئولیت رساندن به خاندان ما و عمل کردن نصیب ما گرداند. دیگرش من دیه موبا از طریق برادرها سرکارا یعنی رحیم جان جنازه خانه مکتب برای آموزانی آموختنی بچه های من شما مکتب های بشامت من این مسجدی که از طرف برادر من کمر حکمت بسته بیرون کردن من حضور داریم از طریق دامالله یک التماس میکنیم که این برادرهایی که یعنی همه حکمت بسته از روی خدا خانه های و تمام کیفیت رضای خدا است یک دعای خیر کنم. این جوان های ما که من حضور دارن برای محبت برای دامالله پیشکش زودتر آمدنشان این هایم پروردگارم کمال برساند. آن برادرایی که علم خوانده استادیان تعلیم علم اند قاره ها پروردگارم این هایم پروردگارم همچنین من دامالله پروردگارم یعنی خادم شریعت کمال برساند. فقط خدمت کردن برای دین اسلام هماشان به پروردگارم خودش یار مددگار شود. آمدگاهتان و همتان به پروردگارم حسناتتان فرماید چی با کدام کیفیت آمده باشد مرادش خودش حاصل گرداند. ربنا آتینا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. وصلی الله تعالی و سلم علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دیگه تو میکرده تو نه اوه تیلا نته تو دومله تیلا نته تو نوی تو دومله تیلا نته تو نوی تیلا نته تو نوی Thank you.
بابا در پوشو در پوشو همون جلت